به گزارش وارش اسپورت و به نقل از ورزش 3 محمد معصومی، مشاور پیمان بهاروند مالک و مسئول نقل انتقالات داماش گیلان، اعلام کرد طی 48 ساعت آینده به صورت رسمی قرارداد علیاصغر کلانتری سرمربی جدید تیم داماش بسته می شود و لیست بازیکنان مد نظر برای مذاکره و عقد قرارداد پیگیری خواهد شد. او ادامه داد اهداف باشگاه داماش گیلان حضور موفق در فصل جدید لیگ دست اول و استفاده از بازیکنان و استعدادهای بومی خواهد بود. معصومی یادآور شد مالک و دیگر اعضای باشگاه داماش با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدون بعد از سالها به دنبال حرفه‌ای سازی و تبدیل تیم به باشگاهی با ساختار و آکادمی مدون است و به هواداران داماش این وعده را می‌دهیم که با حضور آقای بهاروند مالک تیم و جهانگیر عسکری از محبوب‌ترین بازیکنان تاریخ داماش و قائم مقام مدیرعامل و همچنین همکاری مسئولین و حضور تماشاگران عزیز موفق شود. او اضافه کرد داماش به جرأت خواست ترین هواداران کشور را دارد و با درایت کادر فنی امسال تیم داماش با نمایش بازی‌های زیبا و درخشان جواب محبت تمام زحمت کشان عزیز را می‌دهد. اما هدف کوتاه مدت باشگاه ساختن یک تیم موفق و هدف میان مدت حضور در یک رتبه خوب جدول لیگ دست اول و در دراز مدت صعود به لیگ برتر است.